سلام بچه ها، من محمد ماتریکس هستم. خوش اومدیم به کانال خودتون. آقا اینجا ما دیشب یه مچ آلکا پلی دادیم و خوشبختانه مچ تمیزی هم در اومد و خوشبختانه تر اینکه ریکورد بودم. معمولا اوکی پلی میدم ریکورد نیستم، ولی خدا رو شکر دیشب ریکورد بودم. آقا اینجا همونطوری که میبینید خیلی ایزی انمی ها رو میزنیم و تعداد کیل بازی هم وین میشه، اما تعداد کیلی که هست خیلی بالا نیست، اما بیشترش انمیه. 16 تا 17 تا کیل زدم. مغز بازی توش خیلی داره، مغز بازی، نکات آموزشی و غیره. حالا خودم در ادامه بهتون میگم دیگه. ویدیو رو ببینین و لذت ببرین. Let's go. اینجا من یک صدا پایی از توی راپلا شنیدم و همونطوری که میبینید 2 تا انمی بودن که چون اونجا زده بودمشون ترای کرده بودن که منو بزنن. اما اینجا یک حرکت خیلی خفن و ریسکی زدم، اسلاید بک زدم، یکیشونو زدم و خوشبختانه اینجا که از کنار انمی رد شدم منو ندید و اومدم بالا، اینم زدم. این یکی هم دیگه نمیتونستم کاریش کنم. این گان جدیده که اومده خیلی پیتوینه دیگه، نتونستم بزنمش. ولی پیشنهاد میکنم اصلا این گانو توی بازی بر نداریم بچه ها، چون که انیمیا فوشتون میدن دیگه، یعنی چیز جالبی نیست اصلا. اینجا هم ریاکشن این داداشمون خیلی برام جالب بود و خوشم اومد. صداش نمیدونم حالا روی تیم بود یا روی آل، ولی اسم میکنم روی آل بود، ولی فکر میکرد صداش روی تیمه و خیلی چیز باحالی گفت. خودم خیلی حال کردم اینجا هم که میبینین به اینجا دارم میزنم دیگه. تیرام دیج نمیشه، اگه تیرام دیج میشد 100% ناک بود. دیدم اینجا پرید پایین، احتمال دادم پشت اون دیواره خط باشه و گرفتم والبنگش کردم. همین اتفاقم افتاد، وستشو زدم و اینجا یارم زدش. 15 تا تیر کلم توی 117 داشتم و تونستم یار دومشو بزنم و اینجا من هر چی میزدم این شاتگانو بردارم نمیشد. نمیدونم شد دوباره تلاش کردم، دوباره هم نشد. بالاخره برداشتمش و اینجا هم زدم و کارو در آوردم. بچه ها احتمالا ویدیو فردا 10 تا میگم خدایا 5 تا گان برتر بتل رویال در سیزن جدید باشه و آتشایی آوردم که یعنی خودم تقریبا هر یکی از این آتش‌ها رو 1 هفته الی 2 هفته زمان بود که به دست بیارم. بعضی آتش‌ها اصلا باگن، مثلا آتش اچسی که چیدم با بقیه آتش‌های اچسی یوتیوبرها و بقیه دوستانم متفاوته. به اینجا هم همونطوری که میبینید لیزر میکنیم، متفاوته و خیلی آتش گادیه، از 10 متری وانشات میکنه. حالا تستش هم میذارم براتون ببینید. بعد دیگه آتش 117 و حالا 2-3 تا آتش دیگه که اینا رو خودم رفتم چیدم و تست کردم و از این 5 تا آتشی خدای بچه زبونم گرفت. از این 5 تا آتشی که چیدم 3 تاش باگه، یعنی آتش باگ داره و همون خیلی بد میزنه و 2 تاشی که عادیه. حالا اگه دوست داشتین فردا یا نمیدونم یا فردا یا پس فردا ویدیوشو براتون قرار بدم ببینید و لذت ببرید. اینجا من این انمیو زدم، هلنو زدم اینجا، اما یادش از بک کاورش داد دیگه، هم کارش نمیشد کرد، منو زد دیگه. اینجا به یارم گفتم که اگه میشه لوت باکس های منو لوت نکنین، این ستا رو لوت نکنین، من بیام یک لوتی بکنم. و یارم هم که ماشاءالله گشنه لوت و لوت کردن و اهمیتی هم ندادن. دوباره زنده شدم رفتم همونجا لوت کنم. حالا خودتون ببینید گیم پلیو دیگه. یک تقریبا 3-4 تا کیل دیگه میزنم، اما بیشترش مغز بازیه. اینجا یک صدا پا از بالا اومدم پایین، فکر میکردم این بات، اینجا صدا پاش این بات میومد اما انمی بود. اگه میدونستم انمیه 100% اونجوری باش فایت نمیدادم.
و حس میکنم یکم داشت ترای پلی میداد انمیه، به خاطر اینکه یک جا سولو زدمش و حس میکنم ناراحت شده بود. اینجا دیدم دراپ اومدم دراپ گان و تصمیم گرفتم 117 بکشم. بچه اگه دوست داشتین حالا جز اون 5 گان برتر اینم هست، این آتش 117. یعنی واقعا من تضمین میکنم این آتشو میتونین باش نومیس بزنین. حتی اگه 2 انگشتی پلیرین، من خودم 5 انگشتی پلی میدم، اونایی که نمیدونین من 5 انگشتی پلی میدم. حتی اگه 2 انگشتی پلی میدین یعنی خوراک خودتونه، چون اصلا من خودم به شخصه خیلی دستم رو روی گوشی نمیکشم که بخوام با زور و نمیدونم اینکه خیلی خودم رو اذیت کنم ایمن بره روی انمی. این 117 عین چیته دیگه، خودتون نگاه کنید اون رنج رو چجوری داره میزنه، اتومات خودش روش قفل میکنه. اینجا هم یک نید بد زد طرف، یک بک ریز دادم آرمات پر کنم و اینجا دیدم یارم رو داره میزنه. جالبیش اینه یارم با کلت اینجا زدش، یه انمی دیگه هم جلوم بود، اینم خیلی ایزی زدم و دیدم که شماره 4 با یک نفر درگیره، صدای تیرش داشت میومد، گفتم سریع برم کاورش بدم و رفتم کاورش دادم و خیلی ایزی نفر بعدی هم اینجا زدم. فکر کنم هم اینجا بود، آره همینجا بود، اینم خیلی ایزی زدم. اینجا واقعا نمیدونم با چه منطقی منو زد، اینکه من اصلا زودتر بهش تیر زدم، ایشپیشو 1 کرده بودم و منو زد. حالا 2 حالت داره، یا کثیف پلی میده طرف، یعنی چیت و دی ان اس و کانفیگ و از این چیزا داره، یا حالت دومم داره که اون اینه که طرف پینگش با من خیلی متفاوته و اختلاف پینگمون خیلی زیاد بود. خودم هم احتمال میدم این حالت دوم پیش اومده باشه. حالا بگذاریم از این موضوع. اینجا بچه ها میزننش و یه دونه میمونه. من گفتم چون این طرف دوباره زنده میشه و اینکه 2 بار فایت ایم به ایم منو زده، بذار شاتگان بکشم. یه استراتژیم این بود که شاتگان بکشم و برم از نزدیک باش فایت بدم تا بتونم خیلی ایزی بزنمش. دیگه داریم کم کم به آخرای ویدیو نزدیک میشیم. اینجا هم یاران میزننش و بازی وین میشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین و خوشتون اومد از ویدیو، ممنون میشم کانال منو ساب کنین، زنگوله رو بزنین و لایک کنید و کامنت بذارید. خدا نگهدار.